سلام بر شما. به فراخبر خوش آمدید. در پی درخواست دادستانی کل روسیه، دیوان عالی این کشور فعالیت طالبان را به طور موقت از فهرست ممنوعه خارج کرده. اقدامی که میتواند زمینه ساز حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی در روسیه باشد. ما اینجا در فراخبر روی این بحث میکنیم که اهمیت این تصمیم روسیه چیست و چقدر تأثیر بر روابط دو کشور خواهد داشت. مهمان فراخبر امشب دکتر رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان در حکومت پیشین و استاد دانشگاه هستند. من رازقیار هستم. آقای بشردوست، سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. فکر میکنین چی چیز باعث شده که روسیه بیاید یک گام دیگه هم به جلو بگذاره و تصمیم بگیره که نام امارت اسلامی یا طالبان را دیگه حذف بکنه از فهرست کشور، از فهرست گروه‌هایی که اونها اجازه فعالیت ندارند؟ علیک سلام. سلام به شما به نام حق و به یاد فقرا و شهدا. سلام به تمام بینندگان شما در داخل و خارج از کشور. نقطه اول که من اشاره کنم این است که صحبت های ما تقریبا شاید 20 دقیقه نباشد و این موضوع است که شاید کتاب ها نوشته شود، تیزش شود. از 2003 که برای اولین بار محکمه روسیه طالبان در لیستی تروریسم قرار داد و در لیست فعالیتشان ممنوع کرد، تا امروز به ده ها مقاله و کتاب و مونوگراف هم سالم نوشته شده. یک نقطه دیگر، معلوماتی که ما داریم، معلوماتی ما ناقص است و حتی متضاد است و به خاطر که در دنیایی که مملو از معلومات و اطلاعاتی بعض وقت دقیق، بعض وقت متفاوت، بعض وقت متضاد است و من ادعا ندارم که علم غیب دارم و میفهمم که کدامش درست است کدامش نیست. یک نقطه دوم، متن فیصله ستر محکمه روسیه را فعلا ما نداریم. اگر می داشتیم من روسی نمیدانم که اون واقعا میفهمیدم که چی است. ولی ما گفتیم که خب کاملا شما گفتین در یک جمله. متوقع فکر میکنم که شاید فیصلهش یک جمله یا دو جمله نباشد، چون تا جایی که من خواندم لوی سارانوالی روسیه دفترش درخواست کرده بود که به طور موقت از لیست خارج شود، به طور موقت و مشروط. نمیدانم که در رابطه با نقطه مشروط چیزی گذاشتن نگذاشتن، این چیز است یا نیست. موقته که شما گفتین که به صورت موقت از لیست خارج شده. بنابراین فراز و نشیب زیادی رابط امارت با روسیه داشته. از 2003 که شروع شد که در لیست توریستا محکمهشان قرار داد و بعد در این زمان که در لیست توریستا قرار داده بود در 2007 یک مقاله منتشر شد که ملاقات پنهانی با امارت، با طالبان و زمان امارت نبود، داشته در رابطه با مواد مخدر که به نتیجه نرسیده و در 2009 روسیه حریم هوایی خود را برای عملیات نظامی آمریکا علیه طالبان حتی باز میکنه در 2009. بعد در 2015 رابطهشان احیا می شود. از آن زمان تا امروز اینا در عمل در واقع اینا که به رسمیت نشناخته، اینا که در لیست ممنوع بوده، هیچ گونه تأثیری در فعالیت‌های اینا نداشته. از 2015 شما دیدین که مخالفین کرزی و قانونی و محقق امثال هم در روسیه خواسته بود که با اینا نشستن صحبت کردن در آن زمان و فعلا اینا سفارت دارد. و حتی من خواندم که در بهار 2025 که ما هستیم قرار است که یک کمیته کار مشترکی اقتصادی و تجارتی بینشان ایجاد شود که این پیش از اینکه این دستور یا این فیصله صادر شود. و پوتین در 2024 دو صحبتی کرد. یک صحبتی که کرد این بود که طالبان متحد ما در مبارزه با تروریسم است و در عین زمان گفت طالبان یک واقعیت است و تثبیت شده است. بنابراین من فکر میکنم یکی از دلیلی که شاید اینها روسیه به نتیجه رسیده باشد این است که تا امروز مخالفین اینها یا به اصطلاح جبهه مقاومت که ما مدامت نام میگذاریم، چون تمام کسانی که در واقع امارت را به وجود آوردن امروز در یک جبهه جمع شدن به نام جبهه مقاومت و نجات ملی و امثال هم، اینها نتونستن که یک قریه یا یک ولسوالی را از تصرف اینها خارج کند. فکر میکنم که این یکی از دلیل اساسی است که نقش داشته و دلیل دومش تجارت است. تجارتی روسیه با امارت
در سال 2024 حجم تجارت افغانستان با روسیه 227 میلیون دلار بوده بر اساس آماری که سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان داده. از این 227 میلیون دلار شما دقیق گوش کنین 3 میلیون دلارش در جیب افغان ها آمده و 224 میلیون دلارش به جیب روس ها رفته. شما یک دکان در کوچه تان یک دکان است و دکاندار میبینه که کی میخره، بیشترین خرید میکنه، بیشترین فایده به این دکان میرسونه. بنابراین 100% رابطه او دکاندار با او خریدار بسیار یعنی آقای بشردوست در کل میگین که خب منافع مختلف باعث شده که خب حداقل روسیه در این زمینه گام برداره. حالا فکر میکنین اهمیت این تصمیم روسیه به افغانستان چی بوده میتونه؟ نقطه مهمی که شما اشاره کردید که امیدوار هستم که افغانهای ما درک کنند، افغانهایی که احساس دلسوزی دارند، احساس مسئولیت در رابطه با مردم و منافع ملی دارند، این نقطه را درک کنند که هیچ کشور در دنیا وجود ندارد و نداشته و اگر مبالغه نشود نخواهد داشت که بر سیاست خارجیش بر اساس منافع دینی باشد، بر اساس منافع مذهبی باشد یا ایدئولوژی باشد یا حقوق بشر باشد. دقیقاً روسیه بر اساس منافع ملیش تصمیم گرفته. اما یک نقطه دیگر ما باید اشاره کنیم این است که بعضی وقتها شده که تصمیم گیرنده درک درست از منافع ملی کشورش نداشته، نیتی درست داشته اما درک درست نداشته. مثلا حمله شوروی به افغانستان، پولیتبیرو فکر میکرد که به نفع روسیه است، شوروی است و تصور نمیکرد که به تجزیه شوروی امپراتوریش یک از دلایلش منجر میشود به عنوان مثال، یا حمله آمریکا به افغانستان به نفع. بنابراین فعلا آنها به عقیده است که منافع افغانستان، منافع روسیه در این است که با امارات رابطه داشته باشد، چون پوتین میگه یک واقعیت است. در 2024 اگر اشتباه نکنم دومایشان تصویب کرد یک قانونی را که باید نه تنها طالبان بلکه دیگر چیزها. از طرف دیگر فکر میکنم که روسیه از اقمار خود باقی ماند. قرقیزستان اگر اشتباه نکنم حتی از لیست توریستا امارات کشیده بود و حتی آمریکا یک 2 هفته پیش وزیر خارجی، وزیر داخلی امارات که 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود و 3 عضو دیگرشان از لیست تروریستی اگر اشتباه نکنم کشیدن و 10 میلیون دلار هم چی کردن. بنابراین شاید روسیه به این فکر باشه که احتمال داره که آمریکا هم گامی بیشتر در رابطه برداره و بگویه که ما پس نمانیم از آنها. اما آقای بشردوست اهمیتش برای افغانها چیست؟ اهمیتش برای افغانها، رابطه افغانستان با کشورها فعلا از چی نظر ما باید ببینیم؟ از نظر تجارتی که معمولا در جیب افغانها، در دسترخوان افغانها تغییرات به وجود می آورد. ما اگر منافع تجارتی افغانستان امروز را و افغانستان دیروز را، جمهوریت هم عین چیز نه که جمهوریت تغییر داشت، منافع تجارتی، منافع افغانستان با کشورهای خارجی در طی تاریخش اگر من اشتباه نکنم و بخصوص در 45 سال منافع بوده که به جیب افغانها چیزی نریخته. از جیب افغانها گرفتم، مثلا همانطور که من گفتم از 227 میلیون دلار 224 میلیون دلارش در جیب یک روس می رود و 3 میلیون دلارش در جیب یک افغان می رود. بله. خب این ابتکار به دست ما نیست آقای بشردوست، ما یک کشور وارداتی هستیم و این باعث ازی شده که بیشتر پول را روس ها بگیره، بیشتر منفعت. اما در این بحث که خب حال بر سر حذف موقت نام امارات اسلامی از فهرست عدم گروه است که نمیتونن فعالیت بکنن در روسیه، مثلا نخست وزیری کشور گفته اگه تصمیم گرفته شود که خب حال گرفته شده، این میتونه که رابطه میان دو کشور را افزایش بده. فکر میکنین در این زمینه ها فرصت ها چی بوده؟ فقط یک نقطه دیگر مثلا که ما فعلا اشاره کنم، ما 3 میلیارد و 197 میلیون دلار رابطه تجارتی با ایران داریم. 3 میلیارد و 143 میلیون دلارش در جیب ایران می رود، 50 میلیون دلارش در جیب ما می رود. بنابراین هر قدر که فضای سیاسی و دیپلماتیک بین ایران و افغانستان، ایران و روسیه و ایران و پاکستان و کشورهای دیگر باشد، فکر میکنم به همان اندازه، چون همونطور که شما گفتین ما چیزی برای فروش نداریم و چیزی تولید نمی کنیم. مثلا من طرف خود که نگاه کنم همه چیزی من وارداتی است، یا مثلا شما که نگاه کنید یا در خانه که نگاه کنید، این به این معناست که ما بیشتر غرق میشویم، ما بیشتر در زیر
کشور ما یک آشغالدانی آنها می شود که امروز آشغالدانی ماست. رابطه ما با چین، با ایران، با ازبکستان، از 2017 رابطه تجارتی افغانستان با پاکستان وخیم شد. از زمان 2017 رابطه سیاسی هم وخیمتر شد و از 2017 رابطه افغانستان با چین، با ایران، امروز در ایران صدر قرار گرفته، با ازبکستان، قرقیزستان و امثالهم رابطه تجارتی ما بیشتر شد به نفع آنها و آنها بیشتر رابطه سیاسی دیپلماتیکشان مثبت شد. یعنی فکر میکنم که هیچ کشور به خاطر چشمان زیبای یک افغان یا حکومتش رابطه با افغانستان دیپلماتیک برقرار نمیکنه، یا به خاطر مذهب این مردم، دین این مردم، یا ایدئولوژی یا چیزهایی که امارات عقیده دارد. فقط میبینه که چقدر پول به جیب ما میرسد. بنابراین این تصمیمی که گرفته از این نظر تجارتی فکر میکنم که بیشتر منافع روسیه را بالا میبرد و یک فضا را از نظر دیپلماسی برای حکومت طالبان امارات یک فضای سیاسی دیپلماتیک باز میکنه. اینها میتونن که بعد از این ادعا کنند که دیگر ما در لیست فعالیت‌های ممنوع روسیه نیستیم و توقع داریم که دیگر کشورها هم این عمل انجام بدهد. و نقطه دیگر فکر میکنم باید صبر کنیم که چی نتیجه گیری روسیه میکند، چون ما یک روسیه هم نداریم. درست است که وقتی به پوتین میرسد فیصله میکند، اما تا به پوتین رسیدن مثلا در رابطه با مسئله که افغانستان، مثلا کابلوف در رابطه با امارات نظر بسیار بسیار مثبت دارد، اما نماینده خاص روسیه در سازمان امنیت جمعی که باشگاه مرکزی است، سلوف اگر اشتباه نکنم، اون نظری بسیار منفی دارد. امارات هنوز هم یک حراس افکن و یک تهدید و یک مواد مخدر میداند. بنابراین ببینیم در عمل واقعا روسا چی نتیجه گیری از این میکند و امارات چگونه از این فضایی که باز شده یک درزی در این لیست های ممنوعه که اطراف امارات گرفته، فعلا یک درز است، یک درز از طرف یک قدرت بزرگ جهانی است تقریبا به وجود آمده. امارات چگونه دیپلماتشون، وزارت خارجهشون استفاده میکنن. من از دید من این است که امارات بیشتر نقطه قوتش تا امروز است که مخالفین وجود نداره که اینا به کشورهای خارج بفهمانه که اینها رفتنی هستند. هرچند ما اعلانات رهبران مخالفین یا مقاومتگرا را به اصطلاح میبینیم که طالبان امروز ختم میشود، طالبان فردا از بین میرود، طالبان بین خود جنگ دارد، ضعیف شده است. اما این شعارمو چوپان میشود که گرگ آمد و مردم یک دفعه باور کرد، دو دفعه باور کرد، فعلا باورم از دست داده. بنابراین دیده شود که آیا امارات واقعا در کنترل افغانستان مثل امروز میماند یا اینها هم. ولی چرا فرضیه مطرح میکنین؟ شک داره؟ در دنیای سیاست هیچ وقت هیچ چیز ثابت نیست. شما مثلا ویتکوف اگر اشتباه نکنم نماینده خاصی ترامپ در رابطه با در خاورمیانه 1 ساعت قبل اعلان میکنه در توییترش یا ایکس که ما 3.چند% غنیسازی ایران هم میپذیریم. بعد 1 ساعت بعدش اعلان میکنه که نه، ما هرگز هیچ گونه غنیسازی را نمیپذیریم. یا مثلا خود ترامپ میگوید که ما هیچ گونه تحمل سلاح هسته‌ای را نداریم. فعلا چیزی که ثابت میشود رو به تغییر است. بنابراین در دنیای سیاست چیزی که وجود ندارد یک چیز ثبات است، ثابت است، یک چیز دائمی است. هر لحظه حتی خود یک فرد تغییر میکند. مثلا آقای پوتین صحبتایی که در مثلا آقای پوتین از حکومت فراگیر حرف میزد، آقای پوتین از حقوق بشر حرف میزد، اما از 2024 تا امروز از این چیزها حرف نمیزند. یا مثلا کابلوف یک زمان بود از این حقوق بشر و حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم حرف میزد، امروز حرف نمیزند. اما سلوف که او هم نماینده پوتین است، متعهد در یک ارگان دیگر، سازمان امنیت جمعی آسیای مرکزی، هنوز هم حرف میزند. بنابراین هیچ چیز در دنیای سیاست ثابت نیست و این افغاناست که فکر میکنه که همه چیز ثابت است. به خاطر همین که مثلا شاه شجاع مزهش چشید، فکر میکرد که بریتانیا دوست بزرگ است، یا کارمل یا ترکی یا کرزی یا غین. از غین مغز متفکر دوم ساخته بودن، اما یک زمان یک لگد زدن که 160 میلیون دلار هم دزدی کردن. ولی خب این حکومت هایی را که شما نام گرفتین اینها وابسته بوده به خارجی ها. امارت اسلامی حرفشی است که یک حکومت مستقل است و مستقلانه داره عمل میکنه هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی. چرا باید این شما مثالش حکومت هایی را بزنین که اونها وابسته بوده به خارجی ها؟ هیچ حکومتی از نظر حقوقی در دنیا وابسته نبوده.
هیچ حکومتی امروز در دنیای امروز از نظر اقتصادی مستقل نیست. حتی آمریکا از نظر اقتصادی مستقل نیست، چون اقتصادش مثلا من دیروز خواندم که دیگر آمریکایی‌ها نمیتوند که یک جشن بگیرد با آتش بازی کرد، به خاطر که موادی که وارد میکردن دیگه این مواد و کشور برش نمیفروشه. بنابراین حتی آمریکا یک مثال سادهش است، تمام کشورها از نظر اقتصادی وابسته است، بخصوص کشوری مثل افغانستان که اگر کمک ها سرازیر نشود، اگر امکانات وسیع در اختیارش قرار نگیرد، فکر میکنم مسئله 40 میلیون دلار تا جایی که من شنیدم هیچ وقت این 3 روز گشایش شد که قطع میشه، دلار به 83 رسید. درست است که امارات مالیات جمع میکنه، درست است که امارات در سرای شاهزاده حاضر است، اما با برچه هیچ وقت نمیشود ما عرض با شمشیر و برچه و زور. این باید اعتماد سیاسی و پول باشد و تیم برجت که سرلشکر مبارزه اقتصادی علیه امارات در کنگره آمریکاست. حتی او چند روز پیش اعلان کرد که در زمان ترامپ هم این قطع نشده. بنابراین از نظر استقلال کل کشورها هیچ کدام رئیس جمهور پادشاه افغانستان، حتی کارمل، حتی شاه شجاع، حتی غنی را شنیده باشین که بگوید ما مستقل نیستیم. هر کشور ادعا دارد که مستقل است، اما در دنیای امروز هیچ کشور از نظر حقوقی وابسته نیست و از نظر اقتصادی مستقل نیست. بله آقای بشردوست، خب حالا تصمیمی را که روس ها گرفته در قبال امارات اسلامی، فکر میکنین این چقدر میتونه زمینه ساز به رسمیت شناسی امارات اسلامی باشه حتی از طرف کشورهای بلاک شرق؟ من در رابطه با این نقطه من همونطور که اشاره کردم، روسیه از یک از اقمار خود یا یکی از متحدینش قرقیزستان اگه اشتباه نکنم چند ماه به عقب افتاد و حتی از آمریکا، به خاطر که آمریکا وزیر داخلی امارات را از لیست تروریستی کشید، ممنوعیت و 10 میلیون دلار نه تنها حقانی را بلکه چند نفری 2 نفر دیگرشان هم فکر میکنم. بنابراین فکر میکنم که کل موضوع مربوط می شود که تا چی حد این حکومت امارات میتواند به خواستهای روسیه عمل کند و تا چی حد امارات میتواند خود را از آمریکا دور کند. اگر مثلا فرضیه تجزیه و تحلیل، اگر روسا، من یکی رئیس مطالعات استراتژیکی روسیه را، من رئیس انجمن علوم سیاسی روسیه که مرکز پژوهشی دارد، من مصاحبهش خواندم که او الان میگوید، دو سه هفته میشود، میگوید که امارات به لطف و حمایت آمریکا زنده است. رئیس علوم سیاسی یک مرکز پژوهشی روسیه است، نامش بسیار پیچیده بود، روسی بود. من خب در حد یک ادعا بوده میتونه آقای بشردوست. دقیقاً این یک تجزیه و تحلیل است و این یک مرکز تحقیقاتی روسی است و اینم شاید یک ترس از این باشه که امارات با ترامپ نزدیک نشود، چون ترامپ در قصه حقوق بشر نه بایدن بوده، نه ماکرون است، نه صدر اعظم آلمان است. هیچ کشور این زنای افغانستان است، زنای فراری یا مردان فراری که فکر میکنه که نمیدونم جو بایدن شب نمیخوابید که دختر افغانی حقوق نقش شده، به عنوان مثال، یا رئیس جمهور فرانسه. فکر میکنم شاید یکی از ترس های روسیه این باشد که چون در علنی در به صورت منافقت هم ترامپ به مسئله حقوق بشر و حقوق زن و حقوق کار و امثال هم اشاره نمیکنه و یک نقش به خلیلزاد داد که خلیلزاد امیر روبیو و مارس وزیر خارجه و مشاور شورای امنیت ملی وقتی در اپوزیسیون بودن بمباردمان میکرد خلیلزاد که تو چی کار کردی، تو چرا امضا کردی، تو آمریکا رو به چه حد رساندی، اما دوباره فعلا از این حمایت میکنه و این رو روان میکنه. فکر میکنم که یکی از مسائلی که روسیه در نظر میگیره این است که تا چی اندازه مغناطیس ترامپ بالای امارات تاثیر میکنه. اما آقای بشردوست، فکر میکنین که چقدر فاصله داریم با بحث به رسمیت شناسی؟ منظورم امارات است. فکر میکنین امارات اسلامی چقدر فاصله داره با اینکه خب از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود؟ آیا اساساً در تقدیر امارات اسلامی بحث به رسمیت شناسی هم فکر میکنین که نوشته شده باشه؟ من یک زمان میگفتم که افغانستان با سر خود را میره، تقریبا دنیا با سر خود را میره، به خاطر که یک وقت بود که حقوق بین المللی وجود داشت. وقتی که حقوق بین المللی وجود داشت، در حقوق بین المللی میگفت یک کشور دیگر رو به رسمیت میشناسد. وقتی به رسمیت شناخت،
رابطه اقتصادی، تجارتی، دیپلماتیک، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی را شروع میکند. اما فعلا به رسمیت نمیشناسد دیرجوری، یعنی از نظر قانونی رسمی، اما در عمل به رسمیت میشناسد. تمام فعالیت هایشان فعال است. مثلا این فیصله ستر محکمه روسیه در عمل هیچ گونه تأثیری ندارد، به خاطر که فعالیت های امارات در روسیه ممنوع بود. مگر چند وقت پیش در تمام کنفرانس های اقتصادی نفرهای زنا میرفت، شرکت میکرد و حتی کمیته مشترک باز میکند. این حرفایی که میگین درست است، موقع بشردوست. خب چالش های هم وجود داره، چالش های جدی. مثلا امیال چند کشور جهان است که به گونه آزادانه به افغان ها ویزا میده، اگر بجز ایران که خب ویزا میته در بدل یک مقدار پول و چالش های هست در این زمینه. هم حتی پاکستان هم ویزی خود مفروشه بالای افغان ها. یعنی بحث به رسمیت شناسی مطرح نیست اینجا. ایران به رسمیت نمیشناسد اما ویزا میدهد، به خاطر که منافع پلیس است. مثلا ویزایی که فرض کن تا جایی که من معلومات گرفتم، فرض کنیم 10 افغانی ویزه ایران باشد، در اینجا تقریبا 100 افغانی 1000 افغانی ویزا تمام میشه. ولی او بحث دیژوغیر اگه اشتباه نکنم که شما مطرح کردین، او خب زیر سوال است دیگه. یعنی ما را کسی افغانستان را کسی به رسمیت نمیشناسه، اما وقتی منافع مالیش باشد پایت ماچ میکند، دست ماچ میکند. پاکستان هیچ کشور به رسمیت نمیشناسد، پاکستان هم نمیشناسد اما ویزا میدهد. فکر میکنم که کشورهایی که امروز افغانستان به رسمیت نمیشناسند، اینا منافعش فعلا نیست که افغانستان به رسمیت بشناسد. اگر افغانستان به رسمیت شناخته شود، دیگر چین یک کتاز در معادن ما نمیتونه باشد. دیگر روسیه مثلا از روابط تجارتی تقریبا 90% به جیب خود میزند. پس ما چطور قانع بسازیم؟ امارت اسلامی چطور جهان را قانع بسازه بر از اینکه خب اینجا یک نفوذ بین 35 تا 40 میلیونی زندگی میکنه، عضو جامعه ملل بوده در گذشته حکومتش و حالا هم باید به رسمیت شناخته شود از طرف جهان؟ دو تجزیه و تحلیل وجود دارد. یک تجزیه و تحلیل این است که امارت سنگ در توپ در میدان امارت است. یک تجزیه و تحلیل است. امارت باید به دخترها اجازه کار بدهد به زنان که فعلا در وزارت داخله هست، در وزارت دفاع هست، در میدان هوایی هست، وزارت صحت هست، در شرکت های خصوصی به عنوان مثال هست و مکاتب از صنف یافت به بالا باز کند. یک نقطه دوم، حکومت فراگیر، یعنی به قول اماراتی ها و تکهدارای خودشان وارد کند. این دو نقطه اساسی را که میگویند که اگر امارت انجام بدهد، اینها امارت به رسمیت میشناسد. این یک تجزیه و تحلیل است. اما یک تجزیه و تحلیل است که سنگ در میدان امارت نیست، سنگ در میدان کشورهایی است که به رسمیت نمیشناسد. و او کشورها چرا به رسمیت نمیشناسد؟ نه به خاطر که زن افغان از تحصیل یا از کارمند است، نه به خاطر که در حکومت امارت تکهدارای اونها فعلا نیست به عنوان مثال، به خاطر که منافعشان در این نیست که فعلا افغانستان رسمیت پیدا کند در صحنه سیاسی، صحنه بین المللی. اگر همونطور که من گفتم، اگر حکومت امارات به رسمیت شناخته شود، دیگر چین یک کتاز نمی باشد در اقتصاد ما، ایران نمی باشد، پاکستان نمی باشد، روسیه نمی باشد و آمریکا چندان رابطه تجارتی با افغانستان نداشته و ندارد و از نظر بود اقتصادی بسیار مهم نیست. بله، آقای بشردوست، یک دقیقه فرصت داریم. خب شما به عنوان یک کسی که سالها کار کردین، به عنوان وکیل و در سیاست حداقل دخیل بودین، 5 سال آینده افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی را چگونه میبینه؟ امارت تا جایی که ما میبینیم، تا ممکنه که من اشتباه کنم، چون بعضی اخبارها منتشر میشه که نمیدونم در فلان جا جنگ جریان داره و امارت قدر کشته شد، قدر طالب فلان، ممکنه درست باشه اما من علم غیب ندارم، ممکنه دروغ باشه. تا جایی که من میبینم فعلا اینا تونستن که امنیت بگیرن. این نقطه امارت است که باعث شده کشورها با اینا رابطه برقرار کنند. اما 5 سال آینده افغانستان را چگونه یک نقطه. اما همونطور که 3 ماه بعد از آمدن امارت آمد، من گفتم امارت امنیت آمد، برکت رفت. امارت نتونسته برکت بیاره، نتونسته دسترخوان مردم چی کنه، مردم برق بدهد، نان بدهد، موتر بدهد، مسجدشان قالین فرش کند. مساجد است که امروز ساخته نشده، نیمه کاره مانده. اگر امارت بتواند در کنار امنیت، در کنار اقتصاد، مردم افغانستان برق، خانه، موتر، کار، فابریکه، سرک، همه چیز داشته باشند، پوهنتون، دانشگاه، و بتواند که کار بسپاره به زن و مرد کشور، چانس بدهد که برن درس بخوانند، تحصیل کنند، من فکر میکنم که نامش در تاریخ میمانه. و برعکس اگه باشه قضیه، اگر برعکس باشد،
این در دین ملازم نیست که ما با اماراتی‌ها از مسئله دین صحبت کنیم. اینا از همه ما بهتر میفهمن. یعنی چی میشه؟ اینا از همه اماراتی‌ها از من بهتر میفهمن که خداوند و دین ما میگوید که حکومت ظالم پایدار نمیماند، از کافر میماند. خیلی سپاسگزار حضورتان آقای بشردوست با برنامه. در خدمت هستم. میرسیم به پایان فراخبر. وقت بر همه شما خوش.